15. خودتان را به فعالیت ترغیب کنید. بالاترین لذت‌ها در شور و شوق است که انسان را به ماجراجویی‌ها و پیروزی‌های بزرگ و فعالیت‌های خلاق‌دار وادار می‌کند. آنتوان دو سنت اگزوپری. برای آن که بتوانید در اوج توانایی و در بهترین شرایط جسمی و روانی باشد، باید در میدان بازی کار و زندگی مثل بازیگری باشد که مربی و تشویق کننده خودش هم هست. این که در هر لحظه چگونه با خودتان صحبت میکنید 95% از احساسات مثبت و یا منفی شما را شکل میدهد. روحیه و احساسات شما عامل از اتفاقات نیست که در اطرافتان به وقوع میپیوندند، بلکه روش تعبیر و تفسیر شما از رویدادهای اطرافتان است که به احساسات شما شکل میدهد. روش برداشت و تعبیر شما از واقعه ها است که تا حدی زیاد تعیین میکند که این اتفاقات در شما انگیزه و انرژی ایجاد کنند و یا موجب تحلیل و تضعیف انرژی و انگیزه ها شوند. برای آن که در خود ایجاد انگیزه کنید، باید اراده کنید که یک خوشبینی کامل بشود. باید تصمیم بگیرید که به تمام حرفا، عملها و عکس العملهای انسانها و شرایط پیرامون پاسخهای مثبت بدهید. شما نباید اجازه بدهید که مشکلات غیر قابل اجتناب و مانعهای زندگی روزمره احساسات و روحی شما را تحت تاثیر قرار دهند و ضعیف کنند. میزان عزت نفسی شما، این که چقدر خودتان را دوست دارید و به خودتان احترام میگذارید، تعیین کننده میزان انگیزه و پشتکار شماست. برای بالا بردن عزت نفسی خود باید مدام با خودتان گفتگوهای مثبت و سازنده داشته باشید. مثلا مرتب به خودتان بگویید: من خودم را دوست می‌دارم. من خودم را دوست می‌دارم تا اینکه سرانجام آنچه را میگویید باور کنید و مانند فرد رفتار کنید که از توانایی و کارایی بالا برخوردار است. وقتی دیگران از ما میپرسند حالتان چی طور است، همیشه بگویید عالی هستم. مهم نیست که احساسی واقعی شما در آن لحظه چیست و یا در زندگی شما چی میگذرد. فقط اراده کنید که شاد و با روحیه و خوشبین باقی بمانید. میگویند که شما نباید هرگز مشکلاتتان را با دیگران در میان بگذارید، زیرا 80% مردم اصلاً به مشکلات شما اهمیت نمیدهند و 20% بقیه از این که بدانند شما برای مشکلات اهمیت زیادی قائل هستید به نفع خوشحال میشوند. بسیاری روانشناسان در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که خوشبینی مهمترین ویژگی است که با استفاده از آن میتوانید خوشبختی و موفقیت شخصی و شغلی خود را افزایش دهید. ظاهراً انسان‌های خوشبین 3 ویژگی رفتاری دارند که هر 3 را از طریق تمرین و تکرار کسب کردند. این 3 ویژگی عبارتند از: اولین که انسان‌های خوشبین در هر شرایط و موقعیت به دنبال نکات مثبت هستند. آنها صرف نظر از اینکه چه مشکل پیش می آید به دنبال چیزهای مثبت و سودمند هستند و تعجب هم ندارد که همیشه آن را پیدا می کنند. دومین که انسان‌های خوشبین در هر شکست یا مشکل همیشه به دنبال گرفتن درسی با ارزش هستند. آنها معتقدند که مشکلات ما را متوقف نمی کنند، بلکه به ما آموزش می دهند. به نظر آنها در هر شکست یا مانع درس عبرت با ارزش وجود دارد که با استفاده از آن می توانند به پیشرفت بیشتر دست پیدا کنند و قطعی هستند که این درس را بیاموزند. سومین که انسان‌های خوشبین همیشه برای هر مشکل به دنبال راه حل هستند. به هنگامی به وجود آمدن این مشکل به جای ناله و شکایت یا مقصر دانستن دیگران به دنبال راه حل می‌گردند و از خودشان سوالاتی از این قبیل می‌پرسند: راه حل چیست؟ حالا چی کار می‌توانیم بکنیم؟ قدم بعدی چیست؟
ضمناً انسان‌هایی که بر حسب عادت خوشبین و مثبت هستند مدام به هدف‌هایشان فکر می‌کنند و در مورد آن صحبت می‌کنند. به بیان دیگر، همیشه به پیش نظر دارند تا عقیب. اگر مدام هدف‌ها و ایده‌هایتان را مجسم کنید و در مورد آنها با خودتان گفتگوهای مثبت داشته باشید، تمرکزی بیشتری بر هدف‌هایتان خواهید داشت. انرژی بیشتری برای انجام کار پیدا می‌کنید. احساس اعتماد به نفس و خلاقیتی بیشتری خواهید کرد و احساس می‌کنید که قدرت و کنترل فردیتان نیز بیشتر شده است و در نهایت هر چی فرد خوشبین‌تری باشد و احساس کنید که انگیزه بیشتری برای انجام کار دارد، بیشتر مشتاق خواهد بود که کار را شروع کنید و نیز بیشتر قطعی خواهد بود که به کار ادامه بدهید. قورباغه را خورد بده. افکارتان را کنترل کنید. به خاطر داشته باشید که اکثری وقتا همان می شود که به آن فکر می کنید. فقط به چیزهای فکر کنید و درباره آن به خودتان گفتگو کنید که می خواهید داشته باشید، نه چیزهایی که نمی خواهید. برای داشتن ذهنی مثبت، مسئولیت کامل اعمال خود و هر آنچه را که برایتان اتفاق افتاده به عهده بگیرید. به هیچ دلیل دیگران را مقصر ندانید و از آنها انتقاد نکنید. به جای آنکه به دنبال توجیه شکست‌هایتان باشید، اراده کنید که پیشرفت کنید. ذهن و انرژیتان را روی آنچه که میتواند به پیشرفت زندگی شما کمک کند متمرکز کنید و آنگاه از آنچه پیش می آید شگفت زده خواهد شد.